چه معنی داره اصلا رأی دادن؟ همین الان سوال امتحانمون بود اتفاقا ما این نظام تئوکراتیکیم، رأی دادن هیچ معنی نداره. توصیه همینه رأی ندین، چون اینکه حساب بشه مخالفت با اسلامه، چه نمیدونم رأی دادن به دشمنه. به نظر من دشمنمون تو همین کشور هست دیگه، اگه رأی بدیم ما اینا رو تایید کردیم. باید رأی بدیم دیگه. شما رأی میدی؟ حتما رأی. فکر کنی رأی تاثیر داره؟ 100%. حالا تاثیر گذاشته، یه مثال میزنی برام؟ بله دیگه، باید مثال که باید هممون باید رأی بدیم دیگه. این نمیخوام جای پر رأی نمیدم تحکیه هیچی، تمام توانم میذارم یه تمام اطرافیانم رأی نده. با این اخباری که هر روز داریم میشنویم دیگه واقعا صندوق رأی معنی میده. ما خیلی وقت اسممون رو میگن دشمن، سالیان سال اینا تقسیم کردن خودی و غیر خودی. ما خیلی وقت منافق، وطن فروش اینقدر بهمون لقب داده. البته الان شدیم ملت فهیم، از این انتخابات میشه کاملا برعکس میشه ملت فهیم، ولی دیگه به هیچ عنوان ما هر فریب اینا رو نمیخوریم. هر چی دوست دارن بهمون بگن. من یه کارگرم، واسه چی باید رأی بدم؟ چی بشه رأی میدین؟ چی بشه؟ اینا نباشن رأی میدم. کی الان دیگه رأی میده؟